سلام، کانال یوتیوب من خوش اومدیم. موضوع ویدیو امروز هست گرون قیمت ترین ساعت های جهان. لطفا قبل شروع ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره چون خیلی حمایت بزرگی من میکنه. بزن بریم سراغ ویدیو. آیا تا به حال این سوال براتون پیش اومده که گرونترین ساعت‌های مچی جهان کدوم ساعت‌ها هستن و توسط کدوم کمپانی‌ها ساخته میشن؟ و یا اینکه چه ویژگی‌هایی باعث گرونتر شدن این ساعت‌ها نسبت به هزاران مدل مشابهش در بازار شده؟ اون چه که به طور معمول باعث گرونتر شدن این ساعت‌ها میشه استفاده از مواد بسیار گرون قیمت در ساخت این ساعت هاست، مثل انواع سنگ‌های قیمتی و همینطور اجرای جزئیات ظریف و منحصر به فرد. مکانیزم‌های پیچیده‌تر این ساعت‌ها و امکاناتی که در اختیار مشتریان قرار میدن از دیگر دلایل قیمت بسیار بالای این ساعت هاست. همینطور میبینیم ساعت هایی که نسبتاً گرون هستند بعد از استفاده اشخاص معروف قیمتی چند برابری پیدا میکنن، مثل ساعت رولکس پل نیومن که در یه حراجی به قیمت 17,800,000 دلار فروخته شد. در ادامه میخوایم لیست گرونترین ساعت‌های مچی جهان رو بهتون معرفی کنیم. در رده دهم این لیست فرانک مولر آیترنیتاس مگافور قرار داره. این ساعت از 1483 قطعه تشکیل شده که با دقت و نظم خاصی کنار هم قرار گرفتن. این ساعت بسیار با دوامه و تقویم پیچیده‌ای داره. از اونجایی که چرخه 1000 ساله در این تقویم منظور شده، عده‌ای ادعا کردن که این ساعت میتونه تا ابد قابل استفاده باشه. قیمت این ساعت 2,700,000 دلار. ساعت بعدی که توی این رده بندی قرار میگیره رولکس دیتونا رف 6263 اویستر آلبینوه. این ساعت طراحی منحصر به فردی داره و گرونترین ساعت رولکس. جنس قاب این ساعت از فولاد ضد زنگ. علت گرونی این ساعت این هستش که فقط 4 مدل از این ساعت ساخته شده. قیمت این ساعت 4 میلیون دلاره. توی این رده یه ساعت جیبی سنتی به نام برگ آنتیک نامبر 2667. این ساعت دارای امکاناتی از قبیله یه جعبه طلای زرد 18 قیراطیه برای ایجاد یه درخشش منحصر به فرد. در این ساعت از اعداد معلقی استفاده شده که بین عربی و فارسی مشترکه. قیمت این ساعت 4.5 میلیون دلاره. در رده هفتم لوی موینه متئوریس قرار داره. این ساعت یک ساعت بسیار کمیاب و نادره به خاطر اینکه فقط 4 تا از اون ساخته شده. در این ساعت از سنگ‌هایی از کره ماه استفاده شده. این ساعت طراحی منحصر به فردی داره به خاطر اینکه به گونه‌ای طراحی شده که میتونید کار داخلی ساعت رو ببینید. قیمت این ساعت 4,600,000 دلاره. اگر از این ویدیو دوست دارین لطفا کامنت بذارین تا درست کنیم و آپلود کنیم واسهتون. و زنگوله هم بزنین تا ویدیو گذاشتیم سر متوجه بشید. ساعت بعدی توی این رده هوبلو بیگ بنگ. این ساعت طراحی واقعا منحصر به فردی داره. این ساعت به دلیل دارا بودن 1280 الماس ظاهری واقعا خیره کننده داره. نکته جالب درباره این ساعت این هستش که سنگ‌هایی که در این ساعت به کار رفتن توسط همون جواهرسازها برش داده شدن تا همون امضای برش رو داشته باشن. قیمت این ساعت 5 میلیون دلاره.
و اما رسیدیم به 5 ساعت اول این رده بندی. در رده پنجم پاتک فیلیپ رف 1518 این استینلیس استیل قرار داره. کمپانی پاتک فیلیپ معمولا در ساخت ساعت‌هاش از متریال طلای زرد یا روزگل استفاده میکنه، اما این بار توی این مدل از استیل ضد زنگ استفاده کرده که بسیار نادر و کمیابه. قیمت این مدل 11 میلیون دلاره. کم کم داریم به ساعت‌های بسیار گرون قیمت این لیست نزدیک میشیم. در رده چهارم جیکوب اند کو بیلیونر واچ قرار داره. قاب و باند این ساعت با 260 قیراط از الماس‌های زمردی تزیین شده. درخشش فریبنده و طراحی پیچیده این ساعت از ویژگی‌های منحصر به فرد اونن. قیمت این ساعت 18 میلیون دلاره. در رده سوم یه ساعت دیگه از کمپانی پاتک فیلیپ به نام پاتک فیلیپ هنری گریوز سوپر کامپلیکیشن. این ساعت گرونترین ساعت ساخته شده توسط این کمپانیه و اولین بار برای شخصی به نام هنری گریوز جونیور ساخته شده. این ساعت یه تکرار کننده دقیقه با زنگ‌های وستمینستر، طلوع و غروب خورشید و همینطور یک نمودار آسمانی. طرح نمودار آسمانی روی این ساعت از آسمان شب شهر گریوز نیویورک گرفته شده. قیمت این ساعت 24 میلیون دلاره. 24 میلیون دلار. دو ساعت برتر این رده بندی متعلق به یک کمپانیه. با نگاهی کوتاه متوجه میشیم که چرا گراف دایمنز د فاسینیشن انقدر گرونه. این ساعت دارای 152 قیراط و 96 سوت الماس سفیده و یه الماس 38 قیراط و 13 سوتی هم در مرکزش داره که میشه اونو برداشت و به عنوان حلقه ازش استفاده کرد. قیمت این ساعت 40 میلیون دلاره. و اما رسیدیم به گرونترین ساعت مچی در جهان، یعنی گراف دایمنز هالوسینیشن. این ساعت با 55 میلیون دلار قیمت واقعا یک شاهکاره با بیش از 110 قیراط از الماس‌های رنگی طبیعی که روی دستبند پلاتینی نصب شده. الماس‌های این ساعت با ظرافت خاصی طراحی شدن، به گونه‌ای که برای باز و بسته کردن اون باید روی الماس خاصی فشار وارد کنیم. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب بهتون نره چون خیلی حمایت بزرگی رو هم میکنه. اگر از این
مدل تو دوست دارین کامنت بذارین تا واسهتون بسازم و آپلود کنم واسهتون.